رد روم تو دارک وب یا همون اتاق وحشت به قول ما ایرانی‌ها کجاست؟ در سرتاسر اینترنت خشونت عریان، مسائل جنسی زیر 18 ساله ها ممنوعه و تقریبا هیچ سایتی رو پیدا نمی‌کنید که بتونید این مطالب رو داخلش پیدا کنید. اما خیلی‌ها میگن که تو دارک وب اتاق‌هایی به نام رد روم وجود داره که منحصراً برای این مسائل ساخته شده. شاید باورش براتون سخت باشه. همونطور که تا 3-4 سال پیش وقتی حرف از جزیره اپستین و اتفاقاتش میافتاد، باورش برای عموم سخت بود و یه نکته مهم بود، اینکه هیچ سندی وجود نداره و هیچ نقل قول موثقی از این اتفاقات نداره. اما الان می‌بینیم که به صورت مستمر داره اسناد جزیره اپستین میاد بیرون و اتفاقاتی افتاده که هیچ کس باورش نمیشه. من 2 سال از وقتمو صرف مطالعه دارک وب کردم و به انواع و اقسام سایت‌هایی که در دارک وب وجود داشت سر زدم. سعی کردم دسترسی‌های غیر ممکن بگیرم و جاهایی که برای همه دیستریکت شده رو برم. اما هیچ رد و اثری از رد روما پیدا نکردم. توی مقالات گشتم، مصاحبه ها رو خوندم و تقریبا تمام اینترنت رو جستجو کردم، اما بازم بهتون میگم تا 3 سال پیش هیچ سند موثقی از اتفاقات جزیره اپستین هم وجود نداشت. اما الان برای همه ما مشهود شد.